درود بر هم‌میهنان و همزبانان گرامی. دوستان، در این ویدیو قصد دارم در مورد الکتریسیته و جریان الکتریکی با شما صحبت کنم. میخوام ماهیت واقعی الکتریسیته رو بگم که الکتریسیته چه ماهیتی داره و به چی میگیم جریان الکتریکی. آیا جریان الکتریکی از حرکت الکترون ها در طول یک حادی به وجود میاد یا نه داستان چیز دیگری است؟ مطالبی رو آماده کردم در قالب تصویر که روی تصاویر من توضیحات لازم رو خدمتتون میگم. فقط یک نکته رو خاطر نشان بکنم که در ابتدا تعاریفی رو با هم مرور میکنیم که حتما شنیدید یا میدونید، اما برای اینکه صحبت اصلی رو بهتر درک بکنیم این تعاریف رو بسیار کوتاه و خلاصه با هم مرور میکنیم. بعد در 7 قدم ما میایم ماهیت واقعی جریان الکتریکی یا همون الکتریسیته رو با هم متوجه میشیم. پس بریم روی تصاویر توضیحات لازم رو خدمتون بگم. تعریف اتم. اتم ها اجزای سازنده گیتی و جهان هستند. هر آنچه که شما در اطرافتون در فضا مانند کهکشان ها، ستاره ها، سیارات همه از اتم تشکیل شدند. اتم ها کوچکترین بخش یک عنصر هستند. اتم ها از پروتون، نوترون و الکترون تشکیل شدند. پروتون و نوترون در هسته اتم قرار دارند و الکترون ها به دور هسته میچرخند. حجم اتم بیش از 10,000 برابر حجم هسته است. یعنی اگر هسته رو به اندازه توپ تنیس فرض کنیم، اتم به اندازه یک کره به حجم بزرگترین استادیوم ورزشی جهان خواهد بود. پروتون و نوترون از ترکیب چند ذره بنیادی تشکیل شده و الکترون خودش یک ذره بنیادیه. ذره بنیادی ذره‌ایه که از اجزای کوچکتر تشکیل نشده باشه. در اینجا شما مدل استاندارد ذرات بنیادی رو می‌بینید. گروه ذرات بنیادی به 3 دسته بوزن‌ها، فرمیون‌ها و ذرات حامل نیرو تقسیم شدن. فرمیون‌ها خودشون به 2 دسته کوارک‌ها و لپتون‌ها تقسیم شدن. لپتون‌ها همینطور که می‌بینید چند نوع هستش که یکیش الکترونه. پس الکترون یک ذره بنیادی از نوع لپتونه. کوارک‌ها هم چند نوع هستن که ما با نوع آب و دان یعنی بالا و پایینش کار داریم. دسته‌بندی ذرات ترکیبی. ذرات ترکیبی هم به 3 دسته تقسیم شدن: هسته، هادرون و ذرات فرضی. هادرون به 2 دسته مزون و باریون تقسیم شده که پروتون و نوترون در دسته باریون قرار داره. از نظر جرم سنگین وزن هستن و از ترکیب 3 کوارک ایجاد میشن. یک نوترون از ترکیب 1 کوارک بالا و 2 کوارک پایین شکل میگیره. یک پروتون از ترکیب 2 کوارک بالا و 1 کوارک پایین شکل میگیره و الکترون هم که خودش یک ذره بنیادی از نوع لپتون هستش. الکترون ها در مدار خودشون با سرعت بسیار زیاد به دور هسته میچرخند. در واقعیت مدار ثابت و مشخصی برای الکترون ها وجود نداره و در فیزیک کوانتوم مکان حضور الکترون بر پایه محاسبه و تعریف ریاضی در فضای اطراف هسته تعیین میشه و مدارهای الکترونی در واقع لایه‌های ابری هستند. این ذرات ممکنه همه چیزی باشه که در جهان هستی وجود داره. یعنی تا به الان دانشمندان آنچه که کشف کردن این ذرات هستن. یک اتم میتونه تا 7 مدار یا لایه الکترونی داشته باشه. هر مدار بسته به اینکه در چه فاصله‌ای از هسته قرار داره به تعداد خاصی الکترون محدود میشه. وقتی تعداد پروتون ها و الکترون های یک اتم با هم برابر هستن، اتم در وضعیت پایدار قرار داره و دارای بار خنثی است. اگر اتمی الکترون از دست بده یا به دست بیاره از حالت پایدار خارج میشه و دارای بار مثبت یا منفی میشه که به چین اتمی چی میگن؟ بله، یون گفته میشه.
نوترون دارای بار خنثی‌ست. پروتون دارای بار مثبته که یک میدان نیرو تولید میکنه و از تمام جهات به خارج از هسته میره. الکترون دارای بار منفیه که یک میدان نیرو تولید میکنه که این نیروها از تمام جهات به داخل الکترون وارد میشن و در کنار میدانهای دیگر الکترونها نیروهای جاذبه و دافعه رو تجربه میکنن. به این بار الکتریکی و به این میدان الکتریکی و به این نیروی الکتریکی گفته میشه. یک بار الکتریکی در حال سکون فقط یک میدان الکتریکی ایجاد میکنه و زمانی که به دور هسته میچرخه یک نیروی مغناطیسی به صورت دوایر هم مرکز در اطراف الکترون به وجود میاد که به اون میدان مغناطیسی گفته میشه. نیروی الکتریکی و نیروی مغناطیسی بر یکدیگر عمود هستند. به ترکیب نیروی الکتریکی و نیروی مغناطیسی نیروی الکترومغناطیس گفته میشه. به ترکیب میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی هم میدان الکترومغناطیس گفته میشه. همینطور که در شکل میبینید شما هم نیروی الکتریکی رو میبینید هم میدان الکتریکی رو میبینید. حالا میرسیم به مفهوم بنیادی الکتریسیته در 7 قدم. قدم یکم، ساختار لایه‌های الکترونی. الکترون‌ها بر طبق قاعده خاصی به دور هسته در یک یا چند لایه ابری قرار می‌گیرند. همینطور که می‌بینید اتم حداکثر میتونه 7 لایه داشته باشه که الگوی تعداد الکترون‌های هر لایه هم در اینجا دیده میشه. لایه یکم 2 تا الکترون، لایه دوم 8 تا الکترون تا لایه 7. نکته مهم اینه که لایه بالاتر زمانی شکل میگیره که لایه قبلی حداقل تعداد الکترون مورد نیازش رو داشته باشه. برای نمونه لایه دوم زمانی شکل میگیره که لایه یکم حداقل 2 تا الکترون داشته باشه. لایه سوم زمانی شکل میگیره که لایه دوم حداقل 8 الکترون داشته باشه و لایه چهارم هم همینطور زمانی شکل میگیره که لایه سوم حداقل 8 الکترون داشته باشه. پس در هنگام تشکیل لایه بالاتر باید لایه پایینتر کمین تعداد الکترون مربوط به لایه خودش رو داشته باشه. قدم دوم، خاصیت لایه‌های الکترونی. الکترون‌های لایه پایین انرژی کمتر و الکترون‌های لایه بالاتر انرژی بیشتری دارند. یعنی هر چقدر از هسته دور بشیم انرژی الکترون‌ها افزایش پیدا می‌کنه و در نهایت انرژی الکترون‌های لایه آخر یا همان لایه والانس بیشترین سطح انرژی رو دارند. بنابراین اگر الکترونی بخواد به لایه پایینتر بره باید بخشی از انرژی خودش رو آزاد کنه. همچنین اگر بخواد به لایه بالاتر بره باید انرژی کسب کنه تا با افزایش سطح انرژیش بتونه به لایه بالاتر بره. این امر به دلیل خاصیت ذاتی اتم برای ماندن در حالت پایدار و تعادله تا تراز انرژی خودش رو حفظ کنه. قدم سوم، سرعت چرخش الکترون. سرعت چرخش الکترون به دور هسته چندین هزار کیلومتر بر ثانیه است که این سرعت با عدد اتمی و شماره لایه الکترون مورد نظر بستگی داره و هر چقدر عدد اتمی و شماره لایه بیشتر باشه سرعت چرخش الکترون هم بیشتره. برای نمونه در اتم هیدروژن با عدد اتمی 1 و شماره لایه والانس 1 سرعت چرخش الکترون 2168 کیلومتر بر ثانیه است و در اتم مس با عدد اتمی 29 و شماره لایه والانس 4 سرعت حرکت چرخشی الکترون 15721 کیلومتر بر ثانیه است. قدم چهارم، افزایش سطح انرژی الکترون. اگر عنصری در معرض عبور میدان مغناطیسی قرار بگیره به نحوی که خطوط یا فلوهای مغناطیسی توسط عنصر قطع بشن نیروی محرکه‌ای در عنصر ایجاد میشه
که این نیروی القا شده همجهت با میدان مغناطیسیه. پس نیروی محرک القایی و میدان مغناطیسی کمیت‌های برداری هستند. نیروی محرکه الکترون‌های لایه والانس رو تحت تاثیر قرار میده و منجر به افزایش سطح انرژی اونها میشه. حالا اگر تعداد الکترون‌های لایه والانس کمتر باشه، این تاثیر بیشتر خواهد بود. بنابراین در عنصری که دارای یک الکترون در لایه والانسه، این تاثیر و افزایش سطح انرژی الکترون بسیار بالا خواهد بود. قدم پنجم، انتقال انرژی کسب شده توسط الکترون. وقتی الکترون لایه والانس تحت تاثیر نیروی محرکه القایی افزایش انرژی پیدا میکنه، از لایه خودش خارج میشه و چون لایه بالاتر تشکیل نمیشه به یک الکترون آزاد تبدیل میشه. از طرفی اتم تلاش در متعادل نگه داشتن تراز انرژی خودشه و همچنین به دلیل همسایگی با اتم‌های دیگر، الکترون آزاد با برخورد با الکترون لایه والانس اتم دیگر انرژی کسب شده‌اش رو به اون منتقل میکنه و به لایه خودش برمیگرده. اون الکترونی که با برخورد کسب انرژی کرده از لایه خودش خارج و به الکترون لایه والانس اتم دیگه ضربه میزنه و انرژی رو منتقل میکنه. به همین صورت انرژی کسب شده از نیروی محرکه بین الکترون‌های لایه والانس در جهت اعمال نیروی محرکه منتقل میشه. ماهیت این انرژی بار الکتریکی. قدم ششم، سرعت رانش یا سرعت جابجایی الکترون. خواهشاً این رو خیلی با دقت گوش کنید. زمانی که الکترون لایه والانس تحت تاثیر نیروی محرکه تبدیل به الکترون آزاد میشه و حرکت الکترون از چرخش به دور هسته به حرکت رانشی تغییر میکنه، سرعت اون به شدت کاهش پیدا میکنه. این سرعت رو سرعت رانش میگن و به مقدار تحرک پذیری الکترون و میزان میدان الکتریکی بستگی داره. برای نمونه در اتم مس سرعت چرخش الکترون لایه والانس همونطور که گفتیم 15721 کیلومتر بر ثانیه است، در حالی که سرعت رانش الکترون آزاد 1 میلیمتر بر ثانیه است. آخه ما شنیده بودیم که سرعت الکتریسیته نزدیک به سرعت نوره، در حالی که اینجا داریم میبینیم سرعت رانش یا جابجایی الکترون 1 میلیمتر بر ثانیه است. داریم چنین چیزی؟ آخه جور در نمیاد. واو! قدم هفتم، تعریف دقیق الکتریسیته. انرژی یا همان بار الکتریکی دریافتی از میدان مغناطیسی توسط الکترون‌های آزاد به روش ضربان الکترونی در طول عنصر انتقال پیدا میکنه. به این معنی که انرژی الکتریکی با ضربه‌های وارد بین الکترون‌ها منتقل میشه و سرعت این انتقال ارتباطی به سرعت رانش الکترون‌ها نداره، زیرا الکترون‌ها در طول عنصر حرکت نمی‌کنند، بلکه انرژی یا بار الکتریکیه که در طول عنصر منتقل میشه. مثل دومینه‌ها، شما وقتی که نیرویی رو با انگشت دستتون به اولین دومینه وارد میکنید، اون دومینه با ضربه به دومینه بعدی و اون هم به دومینه بعدی همینطور این نیروی و انرژی که شما وارد کردید رو به بقیه دومینه ها منتقل میکنن. داستان ضربه های الکترونی هم شبیه به برخورد دومینه ها در ردیف و صف هستش. چند تا نکته. سرعت الکتریسیته به ویژگی‌های عنصر بستگی داره، مثل مقاومت الکتریکی، مقاومت حرارتی، جرم مخصوص، سطح مقطع و طول عنصر، دما، رطوبت و فشار محیط. سرعت انتقال موج الکترومغناطیس یا همان الکتریسیته در مس در حدود 270,000 کیلومتر بر ثانیه است. در نقره در حدود 284,000 کیلومتر بر ثانیه است. در طلا در حدود 189,000 کیلومتر بر ثانیه است. در آلومینیوم در حدود
165,000 کیلومتر بر ثانیه است. در پناه یزدان باشید.